سمون جون که پوست چرب موندگاری نداره و پوست خشک موندگاریش بالاست درسته؟ کی گفته که پوست چرب موندگاریش کمه و پوست خشک موندگاری بالایی داره؟ من اصلا با این حرف موافق نیستم. بر اساس تجربیاتی که داشتم و روی انواع پوست ها که کار کردم، اتفاقا اصلا پوست چرب یا خشک بودن مهم نیست. یه سری نکات هست که این نکات تو موندگاری کار ما تاثیر گذاره. یکی سالم بودن پوست، آب کافی و موجود در پوست خیلی مهمه و اینه که پوست حساس و شیشه‌ای نباشه. پوست خشکی که حساس باشه، شیشه‌ای باشه و مستعد خونریزی باشه، مسلماً موندگاری خیلی کمتری نسبت به پوست چربی که سالمه و آب کافی توی پوستش داره. توی پوست خشکی که شیشه‌ایه و مستعد خونریزی هست، اصلاً رنگ کاشت نمیشه، چون از این طرف به محض اینکه سوزن به پوست خورده میشه، خون میاد و رنگ با خون میاد بیرون، در نتیجه موندگاری نداره. ولی پوست چربی که این موضوع رو نداشته باشه، رنگ قشنگ میشینه توی پوست و موندگاریش خیلی به مراتب بهتر و بالاتر از پوست خشک میتونه باشه. در نتیجه چرب یا خشک بودن پوست اصلا مهم نیست. مهم اینه که اون پوست سالم باشه و آب کافی توی پوست داشته باشه.